در تاجیکستان اون مولوی صاحب متوکل گفت که من در عمره که رفتم، گفت تاجیکا را دیدم. گفتم چطور است؟ گفت من را دیدن بسیار گریان کردنی تو. گفت مجتا را سر ما بند کرده به سر اطفال ما که نخوانن. گفت آل به قرآن تفسیر کنین ایاک نعبدو در سورت فاتحه، گفت این را منع کرده، این را ترجمه نکنین، ایاک نعبدو و ایاک نستعین نخوان، دیگه چه میخوان؟ فکر کن. از این چی فهمیده میشه که معنای ایاک نعبدو و ایاک نستعین کافر خوب میفهمه که چی معنا، ولی مسلمان نمیفهمه که ایاک نعبدو میگه میدوا پشت کافر، ایاک نعبدو میگه سجده میکنه به مخلوق، ایاک نعبدو میگه رکوع میکنه به مخلوق، ایاک نعبدو میگه قانون غیر از قرآن شعار میته، ایاک نعبدو میگه پشت کسایی که در ضد قانون قرآن است زنده باد و مرده باد میگه.